مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم زنه میگه که منم دالشونی رو های گلزار جابجا کرد. مخاطبین از رسانه پشت پرده سلام، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امروز قصد داریم که راجع به کنسرت 7 از خواننده های لس آنجلسی در عربستان سعودی با شما صحبت بکنیم. کنسرتی که با هشتگ موسیقی بدون مرز 2 شب پیاپی از شبکه MBC پرژیا پخش شد که نکات حائز اهمیت و جالبی داشت که طوفانی از حاشیه‌ام در شبکه‌های مجازی ایجاد کرد. اینکه خیلی از مردم انتقاد داشتن که این خواننده ها برای پول هر کاری میکنن و خلاصه داستان‌های عجیب و غریبی از این کنسرت بیرون اومد. امروز میخوام راجع به پولی که این خواننده ها گرفتن برای رفتن به عربستان و برگزاری کنسرت در عربستانی که اونقدر نسبت به جای دیگه ایرانی نداره و ایرانی ها الان چندین سال با عرب ها یه حالا حوزه خلیج فارس به خصوص عربستان سر خلیج فارس هم مشکل دارن و اتفاقات عجیب و غریبی هم در این کنسرت اتفاق افتاد که سعی میکنیم که به موضوعات پشت پرده این کنسرت در عربستان سعودی بپردازیم و نقل قول‌هایی که از سمت بزرگان موسیقی ایران نسبت به این کنسرت هم شد اگر وقت بکنیم میپردازیم. قبل از اینکه من این ویدیو رو آغاز بکنم لطف کنید اگر کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب ندارید یه دکمه قرمز رنگ این پایین است بزنید. اگر گوشتون فارسی هستش روی کلمه مشترک شدن بزنید که بتونید عضو کانال یوتیوب برنامه پشت پرده بشید و از طرفی پیج اینستاگرام من هم میتونید دنبال بکنید. اما آغاز میکنیم پشت پرده های کنسرت خواننده های لس آنجلسی در عربستان سعودی که گفتم با عنوان موسیقی بدون مرز 2 شب پیاپی برگزار شد. اولین چیزی که خیلی از افراد انتقاد میکردن این هستش که این خواننده ها خودشون حرف از آزادی میزنن، حرف از دنیای بدون جنگ میزنن، حرف از اتفاقهای خوب میزنن، اما چرا میرن در کشور عربستان سعودی و کنسرت برگزار میکنن؟ عربستانی که خودش اتفاقات زیادی رو در یمن و کشورهای دیگه رقم زده. عده دیگه منتقد این دسته از افرادی هستن که میگن چرا خواننده‌های لس آنجلسی رفتن در عربستان و میگن کسایی که انتقاد میکنن خودشون الان تو صف حج تمتع هستن که برن عربستان و زیارت بکنن. یادتونم باشه اون حادثه منا که اتفاق افتاد یه عده میگفتن آقا نرید مکه و مدینه، بیاد یه مقداری جهاز بخرید برای یه سری از افراد بی‌بضاعت. پس 2 دسته افراد وجود دارن که منتقدن. اما خواننده‌هایی که رفتن در عربستان سعودی کنسرت برگزار کردن، بعضی از این خواننده ها اونجوری که منابع رسانه پشت پرده گفتن بین 500 تا 600 هزار دلار پول گرفتن و البته این پول ها برای عرب ها به خصوص عربستانی ها مثلا پول تو جیبی بچه شونه یا مثلا پول ساعت بچه شونه میدن و این افراد میارن و موسیقی بدون مرز رو پول تعیین میکنه، نه موسیقی و اینکه بخوان بگن که بدون مرز ما رفتیم توی کشورهای مختلف و آهنگ اجرا کردیم. و من خیلی منتظر بودم، حالا از ابی شروع میکنیم. 7 خواننده رفته بودن، ابی و شادمهر ساسی و شهرام و اندی و لیلا فورر و آرش. من از ابی شروع میکنم میام و ادامه میدم این مستند رو. ابی اولا چندین ساله، یعنی بگم از سال 2016 تا 2020 تبلیغاتی که برای برگزاری کنسرت در اروپا میکنه، چون خودم در اروپا هم، سایر کشورها رو بیخیال، هر دفعه تیزری که میده بالا، پوستری که میده بالا این هستش آخرین تور کنسرت ابی که مردم برن و توی کنسرتاش شرکت بکنن. میگه که این آخرین کنسرت ابی در هامبورگ، این آخرین کنسرت ابی در اشتوتگارت، این آخرین کنسرت ابی در کلن. هر دفعه با این ترفند افراد رو میکشونن و توی کنسرت ها میرن. ابی رو من استاد خطاب میکنم و میگم آقای صداه، ولی ما و به خصوص من یه چیزی رو یاد گرفتم که بت پرستی رو بذارم کنار.
طرف هر چقدر میخواد محبوب باشه، هر چقدر هم میخواد نامش بزرگ باشه، اما دلیل برای نمیشه چون طرف محبوب بزرگ همه میشناسنش 50 سال زحمت کشیده برای موسیقی ایران دستش درد نکنه. این دلیل برای نمیشه که ما انتقاد نکنیم به ابی که میاد حنجره خودش رو در همین شهر کلن آلمان 4-5 ماه پیش جر میده و آهنگ خلیج فارس رو میخونه و حرف از وطن پرستی میزنه، اما میره تو عربستان سعودی و جرئت نمیکنه آهنگ خلیج فارس رو بخونه. و این سوال بزرگیه که چرا ابی در عربستان آهنگ خلیج فارس رو نمیخونه. چیزی که ما سالیان سال با عرب ها مشکل داریم. مگه موسیقی بدون مرز نیست؟ مگه شما نمیتونید آزادی بیان داشته باشید؟ حالا یه عده میگن به استاد ما توهین کردی و فلان. ما انتقادمون رو میکنیم، هر کسی هر چیزی دوست داره بگه. و خواننده هایی که با جت شخصی برشون میدارن از لس آنجلس میبرنشون به عربستان، تصاویرش هم اومده بود بیرون، ساسی ویدیو منتشر کرده بود. جده به say hi آرش ای جونم درخواست شده که مدل ماسک زدن ابی جون رو ببینید. یا نفر بعدی آرش هستش. آرشی که در این کنسرت 4-5 تا آهنگ خوند که نصفش پلی بک بود. اما همین آرش چرا آهنگ ایرانش رو نخوند؟ شمایی که میرید تو کشورهای مختلف میگید ما ایرانی، ما نمیدونم وطن پرستیم، ما چنینی، ما چنانی، ما از مردمیم. اگه جرأت داشتید، اگه دلارهای سعودی بهتون اجازه میداد، آهنگ ایران رو میخوندی آقای آرش. آقای ابی که میرید توی پرژین گوت تالنت از بقیه انتقاد میکنید. حالا من راجع به برنامه پرژین گوت تالنت هم ثبت بکنید، یه افشاگری دارم به موقعش منتشر میکنم. و یه قسمتایی از آهنگایی که آرش میخوند کمپلت پلی بک بود. یا مثلا ساسی که دیگه اوجش ساسی بود، یعنی رفته توی کشور عربی و سانسور کرده در حد لالیگا، آهنگو خونده بود، کلمه تهران رو سانسور میکنه، میگه ته، بقیه‌شو میخوره و تازه یادش میاد اوه یه خط قرمزی وجود داره، من اگه اینو بگم پولمو نمیدن. ببینید حالا این 7 خواننده به اندی و سایر افراد هم میرسیم دیگه. میکروفون گرفته بودن دستش، یعنی انقدر خوب بهشون پول پرداخت شده بود. نوش جونتون ها، من اصلا مشکلی با این پولی که شما میگیرید ندارم، دمتون هم گرم، زحمت کشید پولتون رو بگیرید. اما که شمایی که میاد توی کشورهای مختلف داد میزنید ایران، خلیج فارس، وطنم، ولی وقتی میرید در کشوری که باید اون آهنگا اجرا بکنید که از نام ایران دفاع بکنید، نمیخونید چون پول برای شما اولویت هستش. یا مثلا شادمهر عقیلی میگه آقا من چند سال پیش نمیدونم تو دبی یه جا دیگه آهنگ ایران رو خوندم، گفتم جهنم از ضرر نمیرم اونجا، و یهو سر از عربستان در آورد و اونجا هم کنسرت برگزار کرد و آهنگ موشک و نمیدونم پوشک و از این چیزا هم خوند. دنیایی که با موشک میسازه، شک روی خواب بودن میندازه. از اون طرف جمعیتی هم که به این کنسرت اومده بودن فاجعه بوده. 2 تا تصویر لو رفت از تلویزیون ام پی سی پرژا، چون سعی میکرد که از تصاویر بسته و کلوز استفاده بکنه. یه تصویرم لانگ از جمعیت از روبرو نشون نداد.
2 تا تصویر بود، یکی این تصویر بود، یکی این تصویر بود که اصلا جمعیت خالی رو نشون میده. در روز دوم هم این تصویر اومد بیرون که مشخص بود که اصلا جمعیت آنچنانی نرفته. یه سری شیخ‌های پولدار عربستانی رفتن، حالا اون ایرانی‌ها هم که اونجا بودن همه دستن در کارای این بنده خواننده‌ها بودن دیگه، چون هر کدومشون 10-15 تا آدم با خودشون برده بودن دیگه. 7 تا خواننده بودن، 70-80 نفر رو خودشون تو سالن پر کرده بودن. حالا سالن هم خدا میدونه چند نفر بوده. شهرام شپرو، لیلا فورال که اصلا فالش میخوندن. ابی هم توی اوج یکی از آهنگاش کلا خروسی میخوند. البته ببخشید اینجوری انتقاد میکنم، من در جایگاهی نیستم بخوام انتقاد بکنم، اما چیزی که وجود داره رو باید گفت. ببینید این اوج آهنگ ابی رو. یه روز تو باغ پاییز تو رو تکیده دیدم، زدی ریشه تو قلبم تو رو به جون خریدم. تو این زمونه عشق نمیمونه، عاشقی و عشق چیه وفا کدومه، رفته محبت غم شده عادت. و از اون فاجعه تر گفتم دیگه جمعیت آنچنانی هم نیومده بود. با افکت تشویق مثل آهنگای سینا ولی‌الله که خنده میذارن زیرش، میخواستن مثلا بگن توی سالن خیلی از آدما هستن و دارن تشویق میکنن، یعنی با افکت های صوتی هم مردم رو گول میزدن. و کجا مچشون باز شد؟ این قسمت از صحبت های سیاسی. اصلا شما صدای تشویق تماشاچی‌ها رو بشنوید خودتون میفهمید که چند نفر تو سالن بودن. خیلی خوشحالم از اینکه در کنار این 2 عزیز واسهتون برنامه اجرا کردم. آخرین آهنگو بزنیم و بتره کنیم. Thank you. یا مثلا شهرام شپره یه جایی به انگلیسی میگه که کسی تو ایران اسپانیایی متوجه نمیشه، اما من اسپانیایی میخونم چون میخوام پول در بیارم. I'm singing one Spanish song for you guys. I get famous in Iran with this song. In Iran, nobody speak Spanish, and nobody doesn't know the Spanish melody. But I did it, and I make money. به حال حقم داره، چون برای این افراد باید پول در بیاد دیگه، بعد یه جور نون در بیارن. من میگم اصلا این قضیه مشکل نداره، اما شمایی که میاد توی آهنگاتون ادعای وطن پرستی میکنید، کنسرت ساسی هم که اونجا دیدیم دیگه، اصلا به نظر من این آهنگای ساسی رو در این کنسرت شنیدید، به نظر من برید 2 تا کنسرت سیاوش قمیشی بشنوید که بشوره ببره این کنسرت 2 شب رو. وقتی منو بوس میکنه چشماشو میبنده، قربون اون لباش برم که دم به دقیقه میخنده، موهاتو بریز رو دوشت چند روزه نیستی کوشت. نصف این خواننده هم خب عینک دودی زده بودن، چون انقدر پشت پرده چیزا میزنن، چون گفتن که دوربینام نیست که با کیفیت تصاویر چشاشون رو نشون بده، مشخص میشه که اینا تا دسته زدن و اولش با عینک دودی اومده بودن و اجرا میکردن. به هر حال این اتفاقات عجیب و غریب این کنسرت بود و این نشون داد که پول در همه جای دنیا حرف اول و آخر رو میزنه و این افراد براشون اولویت پوله نه مردم. حق هم دارن که دارن پولشون رو در میارن، ولی این که بخوان توی کنسرت های اروپاشون که من خودم 2-3 تاشو شاهد بودم، رفته بودم توی این کنسرت، آهنگ خلیج فارس رو با یه عشق میخونن، میگن وطن دلمون برات تنگ شده، چی شد یادشون میره و آهنگو نمیخونن، آهنگ ایران رو نمیخونن، آهنگ خلیج فارس رو نمیخونن. خودتون دیگه بهترین قاضی هستید. ولی من یاد گرفتم بت پرستی نکنم، یاد گرفتم که محبوبیت و بزرگی آدم ها اصلا برام ملاک نباشه و چیزی رو که میدونم ازش انتقاد میکنم و نسبت به این آدم ها اصلا کاری ندارم چقدر محبوبن، چقدر طرفدار دارن. واقعیت چیزی هستش که اینجا پول حرف اول رو در این کنسرت میزد. افرادی که بیش از 500 تا 600 هزار دلار پول گرفتن، معادل 7 تا 10 تا کنسرت دیگه شون، اومدن نیم ساعت اجرا کردن و رفتن. کنسرت هم که می‌دونید که اهدافش هم کاملا سیاسی بود. مرسی که تا این لحظه با رسانه پشت پرده همراه بودید. ممنون از شما. حتما منتظر ویدیو از مسابقه پرژن گوت تالنت و پشت پرده‌اش باشید که یه سری از افرادی که شرکت کرده بودن در این مسابقه خیلی شاکی بودن از این مسابقه، چون رپ به امویسی پرژن داشت. من سعی کردم که اینجا راجبش صحبت بکنم. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بود. اگر دوست داشتید ویدیو رو هم به اشتراک بذارید.